بسم الله الرحمن الرحیم. قربان علی امیری هستم، کارمند شرکت تولیدی آرمین فارما. کمپانی آرمین فارما حدوداً 3 سال میشن که تأسیس شدن و 1 سال میشن در بازار عملا تولیدات خودن ارائه میکنن. بالای 200 نفر فعلا کارمند مصروف هستن و ایجای افتخار هستن که هموطنان ما به کار منصوب میشن. تولیدات ما 105 قلم دوا هستن، شامل قطره باب هستن، کپسول است، تابلت است، سوسپیشن ها هستن. نگه دو تا تولید دیگه جدید داریم، وارث هستن و پودرهای نیتروسی هستن. در حدود 2000 3000 تولید ما روزانه داریم. خوشبختانه بازار ما خوب هستن، مصرف ما بالا هستن. ما بالای 25 ولایت فعلا نمایندگی فعال داریم و شمول کابل که ولایت هایی که ما فعلا فعال داریم مصرفاتشون خیلی خوب هستن و به مدت 1 سالی که ما مثلا تازه در بازار ارز اندام کردیم، فعلا خوشبختانه هم مصرفات ما بالا هستن، هم مشتری ما فعلا رضایت دارن، چون کیفیت دوای ما خیلی خوب هستن. تایید جی ام پی را دارن و به لحاظ پکیج هم بالاترین پکیج هم مثلا ما در نظر گرفته. فضل خدا هم مشتری راضی هستن، هم دکتر راضی هستن، اما راضی هستیم. هر کشوری که آمدن روی پای خود ایستاد شدن، در اول اینا آمدن روی تولیدات داخلی خود کار کردن. حالا تنها در بخش حوزه مثلا تولید داخلی ما اگر ببینیم، فعلا فضل خدا افغانستان به یک حد حدود رسیدن که شرکت های ادویه، شرکت های دیگه هم که ما در عرصه اقتصادی میبینیم فعلا فعالیت میکنن و این واقعا جای خوشحالی هستن. میتونه روی رشد تولید داخلی ما، روی خود اقتصاد کشور ما مثلا تاثیر مثبت بگذارن. کم و بیش خب مشکلات ها هستن، چون ما فعلا در شروع یک انقلاب اقتصادی قرار داریم و تلاش به این داریم که بتونیم با همکاری دولت، با همکاری سکتور خصوصی مشکلات های موجود حل بکنیم و این را ما نمیتونیم این کار بکنیم. در تمامی کشورها برای شروع مشکلات های خاص خود را دارن. فعلا ما در افغانستان هم مشکلات های کم و بیش داریم. انشالله در کنار هم میتونیم از این مشکلات ها براییم و حل بکنیم و بریم به سوی پیشرفت و ترقی و خودکفایی. تقاضای بازار خیلی خوب هستن و کم و بیش ما به یک سلسله مشکلات های دچار هستیم، چون فعلا به گونه درست ارزش گذاری نشدن محصولات داخلی، هنوز برای مردم درست توضیح داده نشدن و هر از گاه ما سوی مشتریان این فیدبک داریم که محصولات داخلی ما کیفیت ندارن یا مثلا خوبیش نیست، در حالی که هم کیفیت دارن و هم خوبیش هست و هم میتونه به رشد اقتصادی افغانستان کمک بکنن. و ما تلاش به این داریم که زمینه ارزش گذاری فراهم شوند که همین نمایشگاه خودش نمایندگر همی هستن که بتونیم این زمینه را درست‌تر پهن بکنیم به هموطنان ما و دکتر صاحبای ما که بیاین دید بازدید بکنن از نمایشگاه، از محصولاتی که وجود دارن و اونا از همین کیفیت دارو و از خود بسته‌بندی دارو اطمینان حاصل بکنن. به یه لحاظ ما یک مقدار مشکلات در جامعه خود داریم، ان شاءالله به مرور زمان ارزش‌گذاری صورت میگیرن و به نحو بالاخره همه هموطنان ما از محصولات داخلی استقبال خواهد کرد. پلان ها خود زیاد هستن و پلان عظیمی که به نحو بالاخره کمپانی در نظر داره نیستن که تمام محصولاتی که حالا از خارج ارزمی شد بتونه یک کمپانی تولید بکنه و رفع ضررت های مردم حل بکنن. به هر بخش اختصاصی گرفتن تا عمومی گرفتن دوا تولید شوند که فضل خدا ما فعلا 105 قلم دوا را تولید داریم و میتونن 80% از کمبودات دارو رو در افغانستان کور بکنن. البته بخش اختصاصی متاسفانه ما فعلا به مشکل دچار هستیم. البته نه تنها این کمپانی بلکه همه کمپانی ها فعلا دوای اختصاصی تولید نمیکنن، چون به خاطر بعضی امکانات و ظرفیت ها نیستن. ولی انشاءالله به مرور زمان همونطوری که میگه هر چیز از یک نقطه باید شروع شن. فعلا هم در افغانستان موضوع تولید دوایی نوپا هستن، کم و بیش وقت میگیرن. انشاءالله بعد از 2 سال 3 سال من مطمئن هستم که همه اقلامایی که ما قبلا از بازار بیرون مثلا وارد میکردیم اینا همشون در داخل افغانستان تولید خواهد شد و به دسترس مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. فعلا فضل خدا از چند سال گذشته به این سالی که ما مثلا مشاهده میکنیم
بالای ده ها تا سکتور شرکت های تولیدی ما در داخل افغانستان داریم و این نشاننده پیشرفت است، نشاننده اقتدار کشور ما را نشان میدن و سرمایه گذاران بیشتر فعلا مشتاق به هستند که سرمایه گذاری بکنن و مردم هم از این حالت بسیار راضی هستند و نیتشان همی است که در خود کشور پیشرفت صورت بگیرن، تولیدات در داخل کشور صورت بگیرن که دیگر نیاز نباشه ما با پاکستان مراجعه بکنیم، به کشورهای اجنبی های سایر کشورهایی که هستن به ما مراجعه بکنیم، به داخل چرا مراجعه نکنیم ما بتونیم مشکلات خود به داخل حل بکنیم. پای ما به ملت افغانستان و مردم افغانستانی هستند که بتونن روی تولیدات داخلی خود اعتماد بکنن و از اینا استقبال بکنن، حمایت بکنن تا سرمایه‌گذارهای محترم بیشتر مثلا تشویق شوند، بیشتر سرمایه‌گذاری بکنن، بیشتر به مشکلات جامعه رسیدگی بکنن. به هر اندازه‌ای که ملت افغانستان پشتوان سرمایه‌گذار خود باشند، پشتوان دولت خود باشند، به مو اندازه هم سرمایه‌گذار و هم دولت به گونه وسیع‌تر با ذهن بازتر میتونن با مردم درست سرمایه‌گذاری بکنن.